سلام، من احمد بوستانی هستم و اگر شما برای اولین بار بیننده ویدیوهای من هستید، من در این مجموعه سعی میکنم که مفاهیم سیاسی رو ساده کنم و ربط اونها رو به شرایط کشورمون نشون بدم. در این ویدیو به مفهوم رئالیسم سیاسی میپردازم و براتون بخشی از یک ویدیو از جان مرشایمر که یکی از متفکران اصلی این مکتب هست رو ترجمه میکنم. بعد از آشنایی با این مکتب فکری، بحث تحلیلی کوتاهی از شرایط این روزهای ایران و نحوه نگرش رئالیستی به اونها رو با هم خواهیم داشت. بهتون قول میدم که بحث جالبی باشه و کمک کنه که شرایط رو با فیلتر جدیدی بتونیم ببینیم. پس تا آخر این ویدیو با من باشید. با این مقدمه بریم و به توضیح آقای میرشایمر درباره رئالیسم در علوم سیاسی گوش کنیم. رئالیسم یک تئوری سیاسیه که میگه عمده ترین نگرانی دولت‌ها تعادل یا توازن قدرتشونه. البته منظور در اینجا قدرت‌های بزرگه. قدرت‌های بزرگ قدرتشون براشون در نسبت با قدرت‌های بزرگ دیگه بسیار مهمه، چون که بقاشون رو در گرو این قدرت میدونن. شما اگر در سیستم‌های بین‌المللی ضعیف باشید، قدرت‌های دیگه بلخص قدرت‌های بزرگتر از شرایط شما سوء استفاده می‌کنند. برای مثال به چینی‌ها نگاه کنید که دوره‌ای داشتن از اواخر 1840 تا 1940 که ازش از سده حقارت ملی یاد می‌کنند. حالا سوال اینه که چرا چینی‌ها تحقیر شدن؟ به یک دلیل ساده، چون ضعیف بودن و قدرت‌های اروپا، آمریکا و ژاپن از این وضعیت سوء استفاده کردند. مثال دیگه‌ای که این قضیه رو به روشنی نشون میده وضعیت روس‌هاست. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روس‌ها به شدت مخالف گسترش ناتو بودند. از همون اول خیلی روشن کردند که گسترش کشورهای ناتو یک تهدید مستقیم برای اوناست. با این وجود آمریکا ناتو رو در سال 1999 گسترش داد. این اولین گسترش بود که در سال 2004 دوباره تکرار شد. در سال 2008 ناتو اعلام میکنه که اوکراین و جورجیا عضوهای جدید ناتو خواهند بود. اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ چیزی که داره پیش میاد اینه که روسیه خیلی ضعیف بود و چون روسیه ضعیف بود و آمریکا بسیار قدرتمند، آمریکا حس کرد که بدون کمترین توجهی به روسیه میتونه گسترش ناتو رو پیش ببره. این اتفاقیه که برای تو میفته وقتی در عرصه بین‌المللی ضعیف هستی. پس کاری که میخوای انجام بدی اینه که سعی کنی خیلی قدرتمند باشی. تو باید از همه رقبای خودت قوی تر باشی. چرا؟ چون که این بهترین روشیه که بتونی از خودت مراقبت کنی. این نکته اولیه که من میخوام در مورد رئالیسم بهتون بگم. نکته دومی که میخوام بگم اینه که رئالیسم بین دموکراسی و غیر دموکراسی تبعیض قائل نمیشه. یا کاری نداره که تو لیبرال هستی یا فاشیستی یا کامیونیست هستی. رئالیسم با همه دولت‌ها مثل یک جعبه سیاه برخورد میکنه. صرف نظر از سیستم سیاسی حاکم در داخل کشورها، همه دولت‌ها میخوان که قدرت نسبیشون رو به حد اکثر برسونن. این ایده ای است که خیلی از آدم‌ها در بلوک غرب ازش خوششون نمیاد. اونا اصلا از این منطق خوششون نمیاد چون فکر میکنن که کشورهای دموکراتیک آدم خوب‌ها هستن و سیستم‌های خودکامه یا کامیونیستا یا هر سیستم دیگه‌ای آدم بدها. در حالی که به بیان ساده رئالیسم داره میگه که اصلا آدم خوب و آدم بدی وجود نداره. ما فقط دولت‌هایی داریم که دارن برای قدرت می‌جنگن چون بقاشون براشون اهمیت داره. فکر کنم در خلاصه این توضیح خوبی از رئالیسم هست. این توضیح بسیار کوتاه درک خوبی از مفهوم رئالیسم سیاسی به ما میده. ولی برای ادامه این بحث در مورد کشور خودمون نیاز هست که شناخت مشترکی هم از ایدئالیسم داشته باشیم. پس بگذارید خیلی خلاصه سعی کنم که به یک تعریف تئوریک ساده از اون برسم. حتما خیلی از شما با هرم مازلو آشنا هستید. اگر نه، توضیح بسیار اجمالیش اینه که این هرم نیازهای ما رو طبقه بندی میکنه. در پایین این هرم نیازهای اساسی ما قرار دارند و هرچه بالاتر میریم نیازها بیشتر جنبه روحی پیدا میکنن. ترتیب برطرف کردن نیازها تقریبا یک مسیر خطی دارند. برای مثال شما اگر در طبیعت گیر کرده باشید، قبل از اینکه به دنبال سرپناه باشید، حس گرسنگیتون رو برطرف میکنید و اگر به یک حس امنیت نسبی نرسید، معمولا به دنبال عشق نمیرید.
حالا شما هر موقع این مسیر خطی رو به هم بزنید و به دنبال برطرف کردن نیازهایی برید که نیازهای پایه‌ترش مرتفع نشده باشن، میشه گفت که شما دارید ایدئالیستی رفتار میکنید. رفتارهای ایدئالیستی در بعد فردی لزوما رفتارهای پرخطری نیستند، چون برخلاف رابطه اجتماع و حکومت، انسان سالم با نیازهای فیزیولوژیکش در ارتباط مستقیمه و نمیتونه اونها رو برای مدت طولانی نادیده بگیره. به خاطر این ارتباط مستقیمه که رفتارهای از تعادل خارج شده به سرعت اصلاح میشن. ولی عدم انطباق نیازهای واقعی اجتماع با جریانهای سیاسی یا رویکردهای حکومت به سادگی قابل مشاهده نیستند. اجتماع نیازمند تغییر در برهه‌های ممکن با جریانهای همراه بشه که نیازهای واقعی اونها رو رپرزنت نمی‌کنن و این عدم انطباق میتونه بسیار پرخطر و تصحیح اونها بسیار پرهزینه باشه. به نظر شما این عدم انطباق در کانتکست انقلاب اسلامی چی بود؟ آیا تمامی اجتماع در زمان شکل‌گیری نظام جدید تصور روشنی از مختصات جامعه در جمهوری اسلامی ایران داشتند؟ یا سوال حساس‌تر، این عدم انطباق‌ها در جریان‌های اعتراضی اخیر چی بودند؟ آیا محوریت بر آزادی‌های اجتماعی و حقوق زنان که بسیار هم مهم هستند با نیازهای بنیادین امروز جامعه کاملاً منطبقند؟ بگذارید با این شناخت کوتاهی که از رئالیسم و ایدئالیسم پیدا کردیم بریم و مسائل رو با این لنز تحلیل کنیم. بگذارید از خودمون شروع کنیم و ببینیم که رویکرد شخصی ما به شرایط رئالیستی یا ایدئالیستی. برای فهم رویکرد شخصی خودمون میتونیم با یک تست ساده شروع کنیم. فرض کنید که حکومت حاضر با ساختارهای فعلیش قابلیت این رو پیدا بکنه که به نحو احسن آزادی فردی، امکان رشد اقتصادی و امنیت ما رو تأمین بکنه. آیا همچنان برای ما مهمه که کی داره حکومت میکنه؟ اگر با این پیش‌فرض پاسخ شما همچنان اینه که حتما نظام باید عوض بشه یا بالعکس معتقدید که نظام به هر قیمتی که شده باید حفظ بشه، شما یک ایدئالیست هستید. برای درک ایدئال هاتون دلیل پاسخ خودتون رو به پرسش بگذارید. پاسخ مستقیم یا فرم صلبی اونا در واقع ایدئال های شما هستند. ولی همونطور که اشاره شد در نگاه رئالیست تا جایی که ساختار حاکم توانایی افزایندگی قدرت رو داشته باشه، فرم و ساختارش اهمیتی نداره. ولی در شرایط فعلی ایران چگونه یک ایدئالیست و رئالیست ممکنه در طلب برای تغییرات بنیادین در ساختار حکومت هم نظر باشند؟ بگذارید با یک پاسخ نظری شروع کنم و بعد بریم به بررسی مصداقی. اشاره شد که قدرت بنیادین ترین عنصر در تفکر یک رئالیسته و از منظر او یک سیستم ایدئالیست به ذات توانایی به حد اکثر رسوندن پتانسیل های قدرت رو نداره. چرا؟ چون گفتیم که در رفتارهای ایدئالگرایانه اولویت از نیازهای بنیادین به نیازهای آرمانی برده میشه که لزوماً آتپوت اونها قدرت زایی نیست. حالا برسیم به بررسی مصداقها. از یک نگاه قدرت محور شاید این فکر پیش بیاد که ایران در منطقه بسیار هم مقتدره و موفقیتش در درگیری‌های مستقیم و غیر مستقیم منطقه‌ایش رو مظاهر این اقتدار بدونیم. ولی رئالیسم به قدرت به شکل مطلق یا ابسولوت نگاه میکنه و از شما سوال میکنه که چگونه داشتن چنین نوع درگیری‌هایی به قدرت افزایی ما کمک میکنه. یک اصل ساده رو در نظر داشته باشید که هر درگیری فعال به نوعی به فرسایش توان منجر میشه. همچنین توجه داشته باشید که قدرت امنیتی و نظامی مشتقات قدرت اقتصادی هستند. اگر تمام توان و توجه شما صرف قدرت امنیتی بشه، شما جوهره قدرت که توان اقتصادیه و امکان تمرکز بر توسعه اون رو از دست میدید. من در یکی از ویدیوهام که لینکشو براتون میذارم به مقایسه نسبی ایران و کشورهای جنوب خلیج فارس پرداختم، ولی در اینجا دوست دارم روی ایران تمرکز بکنم و نمودارها و آمارهایی رو با شما بررسی کنم که این فرسایش قدرت رو در کشور ما نشون میده. ما تا سال 2022 بالاترین حد تحریم ها بر علیهمون در دنیا وجود داشت. فقط بعد از جنگ اوکراین بود که روسیه از ما سبقت گرفت. حالا میشه بر سر سیاست‌های خصمانه آمریکا و بلوک غرب نسبت به ایران بحث ها کرد، ولی سوال یک رئالیست یک سوال ساده است. ما چگونه میتونستیم در تیررس این سیاست‌های تضعیف کننده قرار نگیریم؟ بریم جلو و ببینیم که تاثیر این تحریم‌ها بر شرایط کشورمون چی بوده. GDP ایران تا سال 2010
به دلیل قیمت و حجم فروش نفت رشد چشمگیری داشت که با شدت گرفتن تحریم ها به شدت کاهش پیدا کرد و در سالهای اخیر به نصف کاهش پیدا کرده. در همین بازه زمانی ارزش پول ملی ما بیشتر از 20 برابر کاهش پیدا میکنه. حالا ببینیم تأثیرات اجتماعی این تغییرات چی بوده. طبقه متوسط جامعه در این بازه زمانی به نصف تقلیل پیدا کرده. قشر آسیب پذیر اجتماع دوباره قشر غالب اجتماع شده و تعداد فقرای جامعه 3 برابر افزایش پیدا کردند. در همین دوره ناامنی‌های اجتماعی و دزدی‌ها تقریباً 80% بیشتر شده. بعد از این آمارها میتونید حدس بزنید که نیازهای جامعه ما از منظر یک رئالیست چیه؟ یک رئالیست اهمیت حقوق زن و آزادی‌های اجتماعی رو زیر سوال نمیبره و به مقوله عدالت اجتماعی و فساد بی‌توجه نیست، ولی در مواجهه با جامعه‌ای که با رشد فزاینده‌ای به سمت فقیرتر شدن و ناامن‌تر شدن داره پیش میره، به اون مسائل وزن بیشتری میده و سعی میکنه که به جامعه درک روشنی از نگرشش به مشکلات و دلایل اعتراضیش ارائه بده. او شرایط رو از فیلترهای قدرت محور خودش عبور میده و سعی میکنه که پاسخ برای 2 سوال بنیادین پیدا کنه. 1. عوامل اصلی مسبب و عوامل بازدارنده ما برای بهبود این شرایط چیه؟ 2. مؤثرترین راه برطرف کردن این موانع و راه بازگشت به مسیر توسعه و پیشرفت چیه؟ اینها سوالای تازه‌ای برای جامعه ما نیستند و بلا شک بزرگتر از اونی هستند که من بخوام یا اینکه بتونم در این ویدیو پاسخی براشون ارائه بدم. ولی امیدوارم که مفاهیم این ویدیو ابزارهای فکری جدیدی برای تحلیل بهتر مسائل به شما داده باشه و بتونه کمک کوچکی برای مواجهه بهتر و واقع گرایانه تر با مشکلات ما باشه. اگر مطالب این ویدیو برای شما مفید بود لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذاریدش و حتما لایکش کنید و سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع بشید. ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودید. تا ترجمه بعدی، خدا نگهدار.